تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از برنامه اخباری آزادی تقدیم شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 10 مارس این موضوعها را به بررسی میگیریم. نوبت پایی به اخیر برای پتنت در روسیه و هشداری وزیر کارهای داخلی این کشور برای بیرون شدن از روی خطی افرادی قانون شکن. زیرا در عکس حال کاردهنده را جریمه کلان منتظر است. در پی آشوب خونین طرفداران رژیم اسد، رهبر نو سوریه وعده داده است که مسئولان کشتار مردم بیگناه جزا میگیرند. افراد شریک در اذیت و ریختن خون مردم آسایشته و همچنان آنهایی را که از صلاحیت دولتی بیرون رفته به نفع خود اقدام کردند به جوابگری میکشیم. و مومای یادگاربی عدالت میخواهد یا چرا بعد از حیات مشترک 48 ساله خانم صابر و از شوهر و فرزندانش جدا شده نیست؟ من نه سون دارم، نه تقه دارم، نه صاحب دارم. ایروی قانونی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میگه نم کار مرا پیش بر. مقامات در روسیه میخواهند به مهاجران اجازه داده شود تا با یک پتنت در دو منطقه هممرز کار کنند. به نوشته خبرگزاری RBK، اگر طرح پیشنهادی وزارت مالیه روسیه قبول شود، از 1 سپتامبر سال 2025 مهاجران امکان خواهند داشت که با یک اجازتنامه کاری در مسکو و ولایت مسکو، اینچنین در سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد فعالیت نمایند. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی، در سال 2024 در روسیه 2 میلیون پتنت داده شده است که از همه بیشتر به همین 4 منطقه بالا ذکر راست می‌آید. ضمناً مهاجران تاجیک در روسیه شکایت دارند که بعد از 5 فوریه نوبت پایی برای تهیه حجت‌ها و گرفتن پتنت در روسیه زیاد شده است. موضوع را همکارم خیرمان بقازاده ادامه می‌دهد. در روسیه شهروندان خارجی برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتنت ساعتها نوبت پایی میکنند. این شب روز در نزد شعبه وزارت کارهای داخلی و مرکزهای مهاجرت در گوشه‌های مختلف این کشور ازدحام بزرگ مهاجران مشاهده می شود. برای دریافت پتنت آنها از شب نوبت می گیرند. این نوار ساعت 5 صبح از مرکز مهاجرتی ساخره و در ولایت مسکو ثبت شده است. مرکز 3 ساعت بعد کارش را شروع می کند. در نوار دیده می شود که چگونه 10 نفر در بیرون تاریک منتظر نوبت خود هستند. کمی دیرتر آدمان از این هم بیشتر می شوند. ساعت 8 سحر است. اینقدر آدم جمع شده است. در داخل نیز همین گونه است. سابق رهبر جمعیت ازبک ها در مسکو بهرام اسماعیلوف در شبکه تلگرامی خود نوشت چنین وضع در تمام منطقه های روسیه مشاهده می شود. این شعبه کار با مهاجران وزارت کارهای داخلی در ولادیوستوک است. اینجا نیز مهاجران زیاد برای گرفتن پتنت در نوبتند. در مرکز مهاجرت سنت پترزبورگ باشد، در بین ازدحام بزرگ تلاطم سر زد. مؤلف یکی از نوارها میگوید در 10 سال اخیر چنین نوبت را در نزد مرکزهای مهاجرت ندیده بود. شبکه ششم ولایت ولادیمیر خبر میدهد که مهاجران در این منطقه مجبورند هفته ها برای گرفتن پتنت در نوبت بایستند. به گفته روزنامه‌نگاران، مقامات محلی سرباری اضافی مرکزهای مهاجرت را به 2 عامل ربط میدهند. یکم آغاز کارهای موسمی و دوم قاعده های نو مهاجرت که از اول سال جاری به اجرا درآمد. طبق این نوآوری همه مهاجران غیر قانونی باید تا 30 اپریل یا روسیه را ترک کنند یا سندهای خود را به ترتیب درآورند. مقامات روس اعلام کردند که تقریباً 700,000 شهروند خارجی به فهرست شخصانی تحت نظارت روسیه وارد کرده شدند. در این باره ولادیمیر کلاکولتسف وزیر امور داخلی این کشور در مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی روسیه 24 پاول زاروبین هم خبر داد. به گفته او مهاجران تا آخر ماه اپریل برای بیرون کردن نام خود از این رویخط فرصت دارند. منصبدار روس گفت وزارت کارهای داخلی طول 3 سال تلاش داشت این نظام را جاری کند، اما تنها پس از حمله تروریستی در کراکوس سیتی هال برای عملی شدن آن شرایط فراهم شد. اگر شهروندی خارجی به فهرست داخل کرده شود، بسیار عملها به طور خودکار برای او دستنارس می شوند. مثلا اون نمی تواند از جای زیستش بیرون رود، از خدمت‌های دولتی و بانکی بهره ور شود، از کارت‌های بانکی استفاده کند و برای گرفتن شهادتنامه رانندگی باید امتحان سپارد.
کالاکولتوف میگوید هدف مقامات روسیه محدود کردن شمار خارجیان است که برای بود و باش در این کشور زمینه قانونی ندارند. به گفته او با کمک فهرست بیرون آوردن مهاجران غیر قانونی از سایه و قانونی کردن آنها آسان‌تر می شود. هر یک شهروند می تواند پیش از به کار قبول کردن مهاجر به طور رایگان از مخزن‌های وزارت کارهای داخلی و یا پایگاه دولتی گازاصلوگی درباره در رویخط شخصانی تحت نظارت قرار داشتن یا نداشتن او معلومات گیرد. اگر او در این رویخط باشد، متناسباً درباره به کار گرفتنش یا انجام یگان عملیات بانکی هیچ سوال باقی نمیماند، زیرا در عکس حال کاردهنده را جریمه کلان منتظر است. فهرست شخصانی تحت نظارت قرار داشته در اولهای ماه فوریه سال جاری به حکم اجرا درآمد. ولنتینا چوپیک حامی حقوق بشر گفت دفعتاً پس از به کار درآمدن این رویخط از ده‌ها مهاجر شکایت گرفت که اشتباهاً به فهرست وارد گردیده با مشکلات روبرو شدند. از جمله آنها را یا بازداشت کردند یا صورت حساب‌های بانکیشان مسدود گردید و یا برخی حتی از کارشان رانده شدند. مقامات تاجیک در ماه اکتبر سال 2024 گفته بودند که نام 120,000 شهروند تاجیکستان در این رویخط هست و اگر کمبودی ها را اصلاح نمی کنند از روسیه اخراج یا دپورتاسیون خواهند شد. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپی ما را بگیرید. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در پی زدوخوردهای خونین هفته گذشته در مناطق ساحلی لاذقیه، جبله و بنیسیه سوریه وضع به تدریج آرام می شود. حکومتداران نو سوریه می گویند در کوه و جنگل های این منطقه کمش 5,000 پیروان رهبر سابق بشار اسد پنهان شدند. بر اثر زدوخوردهای جانبداران اسد با نیروهای حکومت نو سوریه دست کم 1,000 نفر و از جمله زنان و کودکان به قتل رسیدند. تفصیلات در گزارشی همکارمان اسکندر خواجه میرزاده. روز یکشنبه در شهر دمشق ازدحام اعتراضگران از مقامداران نو سوریه طلب کرد که به زدوخوردهای مرگبار که باعث فوت مردم زیادی ملکی گردیده اند خاتمه بخشند. از 7 مارس به این طرف در زادگاه رهبری برکنار شده سوریه بشار اسد زدوخوردهای خونین میان پیروان رهبر سابق و نیروهای صادق به حکومت نو سوریه ادامه دارند. روز یکشنبه در کنار یک مسجد دمشق رهبر موقت سوریه احمد الشرع جانب‌های درگیر را به صلح و آرامی دعوت نموده وعده داد که به جنگ‌ها خاتمه می‌بخشد. او از مردم سوریه تقاضا کرد نظم و ثبات را حفظ نمایند و امکان ندهند که اختلاف‌های مذهبی کشور را به جنگ شهروندی کشند. در این بین ساکنان مناطق ساحلی ولایت لاذقیه زادگاه رهبر سابق سوریه بشار اسد که به مرکز مقاومت تبدیل یافته است قربانی‌های برخوردهای اخیر را به خاک می‌سپارند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه ابراز داشته است که در زدوخوردهای 4 روز اخیر بیش از 1,000 نفر و اساساً مردم ملکی به قتل رسیده است. به قول این گروه مستقل در بین قربانی‌ها زنان و کودکان پیروی مذهب علوی یعنی هم مذهب با اسد به قید گرفته شدند. مقامات سوریه میگویند ناآرامی‌ها زمان شروع شدند که روز 7 مارس پیروان حکومت سابق نیروهای صادق به حکومت نو سوریه را هدف حمله هایشان قرار دادند. من برای طفل 7 سالم غذا گرم می کردم. او بالا برآمد. ناگاه از پایان از بینای همسایه صدای تیر آمد و دیدم که دستم جراحت برداشته است. چند تیر دیگر از نزدم گذشت و خونشار شدم. در جواب برای خاموش نمودن آشوب حکومتداران نو سوریه به لاذقیه نیروهای تازه نفس فرستادند. مقامداران سوریه اصرار می‌ورزند که کشتار مردم ملکی در دهات پیروان مذهب علوی بر دوش گروه‌های سرکش است که خودسرانه به مناقشه همراه شدند. خبرنگار ریترز جسدهای 10 فرد ملکی را به چشم خود دیده است که در کوچه‌های لاذقیه می‌خوابیدند. رهبر موقت سوریه میگوید هم پیروان اسد و هم مسئولان جنایت‌ها به جوابگری کشیده خواهند شد.
ما تصدیق میکنیم که بدون تردید افراد شریک در اذیت و ریختن خون مردم آسایشته و همچنان آنهایی را که از صلاحیت دولتی بیرون رفته به نفع خود اقدام کردند به جوابگری میکشیم. روز یکشنبه دستگاه احمد از شهر یادآور شد که یک نهاد مستقل برای تحقیق زد و خوردها و کشتارهای مردم ملکی تأسیس داده می شود. و حالا رو می‌آوریم به یک بحث پیچیده خانوادگی در نویه دوردستی شمس‌دین شوهینی ولایت ختلان. خبرنگارمان محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد که یادگاربی صابیر و بعد از تقریباً نیم عصر حیات مشترک با شوهر و فرزندانش می‌خواهد از عائله‌اش جدا شود. این خانم ادعا دارد که پیوندان او را بیهوده و بهوده اذیت می‌دهند، اما نزدیکان تمام عیب‌نامه را به اساس شمرده در نوبت خود پافشاری دارند که این خانم بیمار است. 9 ماه است که خانم یادگاربی صابیرова خانه خود را ترک کرده است. او ادعا میکند که از جانب همسر و فرزندانش لطوکوب شده است و برای گرفتن حقش به دادگاه شکایت کرده است. حالا او در خانه خویشاوندانش زندگی میکند و میگوید حکم دادگاه تنها راه حل این ماجرا است. من رفتم خط چی دادم جدو شویم. سود دادم سوتردم نداری بچم من نه سون دارم نه تقه دارم نه صاحب دارم ایروی قانونی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما میگه نم کار مرا پیش بر من نمی بگی نمی 48 سال کار کردم میهنم مدی دو کنه بتاون مدگم خونه نمیره. اما فرزندان و همسرش این ادعا را رد کردند. آنها میگویند که مادر را کسی از خانه پیش نکرده است. در دادگاه هم گفتند که برگشت مادر را به خانه میخواهند. ما مادر ما را هیچی گفته نمیتونیم یکمش. اگر ما امو را میتونستیم گفتم ما با او رها نمیرفت تو زندگی یک دیگمش. اکا یگان فرزند او را خونه سکگی نیسته. همسری خانم یادگاربی از او تعریف کرد که 48 سال زندگی خوب داشتند. بچه ما زندگی شیرین داشتیم. زندگی خوب داشتیم. خودی را برای ما 8 فرزند دارم. 4 بچه 4 دختر. همه با در دوی خدمت بچهش در آنی جای باور کنی اگر 2 سال ما خونی خدمت میکنم. اما پسر او میگوید که مادرش بیمار است و شاید از همین سبب چون این تصمیم گرفته است. مادر ما کسال ما صد دولی ندارم. کمک برآمد رفت 11 روز گم شد آمد با جنگ از ما پدر ما گرفتیم تو موضوعیم جوگه کنیم. مقامات میگویند که از قضیه آگاه هستند و کوشش دارند که عائله متحد شود. باید حال شود همون ما یادگاربی و در آیگری تکلیف میدم که بیا حتی در پا شما خونه میبریم بیا زندگی کنه و سوشون کن طرفتگی است که اون برگه زوره و نولد چیم حتی در 70 درفتگی نخید تو حقیقی که اول شب بسیمزی بگیم دیدوشون نکنیم. یادگاربی صابیرova در ناحیه شمس‌الدین شاهین همچون هنرمند شناخته شده است. وی با گرانت پرزیدنتی صاحب چند ماشینه دوزندگی شده 10 ها شاگرد را تعلیم داده است. اما پس از این بحث ماشینه‌هایش در خانه خواهرزاده‌اش به استفاده مانده اند. حالا بحث خانم یادگاربی و عائله‌اش در دادگاه بررسی می شود. هر دو جانب می خواهند که حق به حق رسد. آیا این یک نوفهمی خانوادگی است یا مسئله جدی که عدالت می خواهد؟ پاسخ را دادگاه خواهد داد. و حکم عبدالرحیم وصیف یک نماینده زندانی مخالفان را در تاجیکستان 7 سال دیگر دراز کردند. این عضو سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در ماه ینوری سال 2017 در روسیه ناپدید و دیرتر در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم شده بود. برادرش عبدالخلیل وصیف آخر هفته گذشته به رادیو آزادی گفت با حکم نو مهلت حبسی او به 30 سال رسیده است ولی نمیداند برای چی. تلاش‌های رادیو آزادی هم برای گرفتن شرح مقامات از جمله نمایندگان اداره زندان‌های تاجیکستان تا این دم نتیجه نداد. نام سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در سال 2014 بعد از تشکیل یک سلسله گردیمایی‌های مهاجران تاجیک در شهرهای گوناگون روسیه مطبوعاتی شد. دوستان عزیز برنامه در اینجا به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک توک و یوتیوب دسترس کنید. فردا ما شما را منتظر خواهیم بود با خبرهای نو. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهبان هر یکشان.